سلام. با وجود وعده سفر به تاجیکستان در ماه می، المصبک اتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان روز 11 می بعد دوشنبه نیامد و به جای او برای شرکت در مراسم آغاز طرح منطقوی کاسه هزار نخست وزیر همسایه کشور سورونبای ژمبکوف وارد پایتخت شد و امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقات با او درباره تحکیم همکاری‌های دو جانبه از جمله این طرح منطقوی گفتگو کرد. دو طرف در ملاقات گفتند تطبیق طرح بنیاد خطی بلندشدت برق کاسه هزار در رشد همکاری‌های انرژتیکی تاجیکستان و قرقیزستان نقشی مهم می‌گذارد. روز 12 می در مراسم شروع طرح کاسه هزار در شهر ترسونزاده مقامات بلندپایه تاجیکستان و پاکستان و قرقیزستان و افغانستان شرکت می‌کنند. خود اتامبایف و مقامات دوشنبه ماه اپریل گفتند رئیس جمهور قرقیزستان هم به دوشنبه می‌آید و در حاشیه سفر او قرار است سازشنامه درباره تعیین و علامتگذاری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان امضا شود. ولی آماده نبودن چنین سند را سبب خودداری المصبک اتامبایف از سفر به تاجیکستان می‌دانند. برای صحبت در این باره بروس پنیر شارح مسائل آسیای مرکزی در رادیو آزادی را به استودیو دعوت کردیم. بروس، میتوانیم بگوییم که اختلافات نظر در باره مسائل تعیین و علامتگذاری مرز میتوانست سبب اساسی پرهیز اتامبایف از سفر به تاجیکستان شده باشد؟ رئیس جمهور قرقیزستان انتظار داشت که کار تعیین و علامتگذاری مرز تا امروز اندک پیشرفت می کند، ولی این پیشرفت دیده نشد. مرز برای چند سال است که یک مسئله داغ میان تاجیکستان و قرقیزستان باقی می ماند و ما می دانیم که در مرز تیراندازی ها به وقوع پیوستند، آدمان زخمی شدند. تا کنون دو طرف نه تنها معلوم نکردند که چگونه مرز را معین کنند، بلکه برعکس به عقب گشته و میگویند که بر اساس کدام خریطه ها باید مرز تاجیکستان و قرقیزستان معین کرده شود. می توانیم بگوییم که محض مسئله مرز سبب نآمدن المصبک اتامبایف به دوشنبه شد و یک علامت اعتراض او از نبود پیشرفت در مذاکرات درباره مرز هم هست. و تأخیر در تعیین و علامتگذاری مرز که طور شما گفتید بارها اونجا جنجال و خونریزی به عمل آمده است، چی عاقبت‌هایی داشته می‌تواند؟ آنگونه که اشاره کردم در مرز چند دفعه ماجرا برخاست و کشالکاری میتواند سبب تکرار ماجراها شود. کس میخواهد ببیند که دو طرف به جای میرسند که تنش‌ها از بین میرود. دیگر مسائل هم هست. به تعیین و علامتگذاری ماندن مرز در تجارت بین کشورهای مشترک المنافع مانع ایجاد می کند. بسیاری مال و محصولات از این کشورها از طریق ازبکستان و قرقیزستان به تاجیکستان وارد می شود. در صورت حل مسائل مرزی تجارت بین طرفها رواج می یابد. در حالی که در تاجیکستان اجرای طرح کاسه هزار شروع می شود و باید نیروی برق تاجیکستان و قرقیزستان به آسیای جنوبی انتقال دهد، نآمدن اتامبایف به مراسم علامت خوبی برای این طرح نیست. و برگردیم به طرح کاسه هزار که شما اشاره کردید. تا کجا این طرح عملی شدنی هست و یا مانع‌های زیادی پیش روی آن وجود دارد؟ یکی از مانع‌های اصلی نبود سرمایه و یا پول برای ساختن خط نیروی برق است. البته بزرگترین مانع ناامنی در افغانستان است. ما همین سال دیدیم که طالبان و دیگر گروه‌های تندرو خط‌های بلندشدت برق را که از ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان به افغانستان کشیده شدند ترک کردند. چنین به نظر می رسد که این گروه ها به هم زدن انتقال نیروی برق و به خصوص انتقال برق به شهر کابل را همچون یک راه آشوب انتخاب کردند. مشکل دیگری هم هست. قرقیزستان باید یک طرفی تأمین کننده نیروی برق در طرح کاسه هزار باشد، ولی حالا سطح آب در آب انبارهای قرقیزستان پایین است. به جای فروختن برق، قرقیزستان حالا خودش از قزاقستان و تاجیکستان نیروی برق می خرد. از این سبب این سوال مطرح است که آیا در واقع قرقیزستان می تواند برای عملی شدن طرح کاسه هزار نیروی برق تولید کند؟ تشکر. بروس پنیر شارح مسائل آسیای مرکزی در رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر بروس. تشکر.